حاجی ببین میگم اولین چیز تو کار بیزنس زمانه. این مخصوصا تو گیره منم میبینی قم اولی شت جانه دارم MDF دیگه. به چی جمع کردم. من یه بار دیگه به نظرم باید بشینم. نه چون من داشتم کار اداریش میکردم. نه ایجاز که باید بگیم کار میگه این یارو بردار. اوه بنفشه آیتم بنفش کشیدم. آقا من باخت قبول دارم چون واقعا اینجا آشغالی نبود. کار سخته. مثلا تو عمر دارم. مثلا یکی از صورتتو بگید بالا تو چرا سر به زیر میری بر ما کلا سرویس چیکار کنن شما همه آشغالا رو اومده جمع کردن دیگه خیابون کنار که نشون دادن آشغال هنوزم توی خیابون هست. بزن ولش ببین چی برات آوردم. چی آوردم؟ صفر صفره؟ بگیر اینو بابا اینو بردار اینو علاقه کمربندش در بیاره کمربندش بردار کراوات هم داره لخ شد